وقتی که بارسو را ببینه عقلش از سرش خاط رفت. خداوندا از بارسم حفاظت کن. آسپشتون فرار نکنم. بیاین شغالا چه قسم برام میگیرید؟ نباید فرار کنه.
اگر در مقابل تکفر با گپای عثمان مخالفت میکردن باز فکر میکردن که بین ما دشمنی و به اتفاقی است. ای عثمان هر چیزی که در فکرش میه امو کارا اگه میکنه. عثمان سرکشی میکنه وظیفه تو سرکوب کردن است. اگه نه باز با این کارهای خود قبیله را در خطر خواهد انداخت. جناب و دندار گفته باشم. داخل آمدن میتونم. داخل بیا گندوز. کاکا تا حال از عثمان آیبارس هیچ خبری نیست. هنوزم پس نامدن. اقا زود فکر بد نکو گندوز. کاکا قلبم بسیار نرم است. جناب بامسی دی باره خبر داره؟ نه نداره. با سربازا وظیفه بده که 4 طرف قبیله را ببینن تا اونا را پیدا نکردن پس نبین. اطاعت میشه کاکا. امکان داره به کمک ضرورت داشته باشه. نه ما زیاد وقت نداریم. زنده است. باید بیرونش کنه. باید از گلا بیرونش کنه. کشش کن. حالا دوستم کشش کن. کشش کن. آفرین. آفرین به تو حالا. حالا کشش کن. آفرین. کشش کن. حالا. زود باش. آفرین کشش کن. کش کن دیگه. حالا. آفرین دوستم. حالا. کم عجله کن زیاد وقت نداریم. باید از اینجا بریم. باهوش میاد.
مکو که باید به خشکه ببریمش. هلا زود باش دیگه وقت نداریم. هلا Aybars! 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 Aybars. Aybars. Aybars! 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 حالا ماشاءالله اینجا بیا بیا قندم بیا پیش ما بیا ببینمت نمیخوایم با تو ضرر برسانم اما میخوایم که شما را برای خدا قربان کنم وعده توی آیبارس خود نان پخته کنم آی صدقه چم اوی درست است حالا بسم الله ای ماشاءالله
من منتگزارتان هستم. اگر خداوند شما را من حیث یک نعمت با ما نمیداد، باز حالت ما چی میشد؟ باز با چاقوی خود قربانی کردن اولاد ابراهیم قدر آسان می بود ها. خدایا تو بزرگ هستی. البته که آسان نیست. خدایا مهربان هستی. خدایا تو مهربان هستی. تو قصه قربانی را میفهمی نه؟ میخوایی که قصه شو بشنوی؟ درست است، بشنو. حالا بشنو. های ای باز بیادرم بیادر جانی ما پیش از اینکه از این دنیا برم همی که تو را صحیح و سالم دیدم کل چیز تو را است. هیچ چیزی نمیشه ای بارس بیادرم. کمی تحمل کن، کمی صبر داشته باش. حالا دیگه من تو را به قبیله میبرم. تحمل کن بیادرم، تحمل کن. سالهای سال حضرت ابراهیم خلیل الله آرزو داشت که یک بچه داشته باشه. و از خدا خواست، گفت اگر برای ما یک اولاد نصیب کنی، باز ما هم حاضر هستم او را در راه تو قربان کنم. خداوندم از هاجر مادر ما به حضرت ابراهیم یک اولاد نصیب کرد. حضرت ابراهیم پیغمبر ما نام فرزند خدا اسماعیل ماند. اسماعیل کلان شد و به سن 7 سالگی رسید. بسیار مقبول شدی. آفرین. اینم قسم کم خندک و برچین. کدام عروس دیدی که در این روز جگر خون باشه؟ اگر نی آی بارس که آمد باز ازت شکایت میکنم. میگم تو که نبودی خواهر مرا کاملا فراموش کرده بود. آیگل جان بدل نگی. میبخشی که ترام جگر خون ساختم. تو هیچ وقت مرا جگر خون ساخته نمیتونی. یک شب حضرت ابراهیم پیغمبر ما خودید. خودید که ازش خواست همیشه اولاد خدا قربانی کنه. حضرت ابراهیم هم پیش حضرت اسماعیل رفت. درباره خوابش برش قصه کرد و گفت. اسماعیل با سر بلند به پدرش سیل کرد و گفت پدر، امر خداوند هر چی که باشه بجا بیارش. اوی 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 اوی. حضرت ابراهیم بسیار جگرخون بود، اما امر الهی بود. وام اسماعیل گرفت، روی سنگ ماند، همی که میخواست، همی که چاقو را در گردنش ماند یک دفعه. خیرت باشه. خیرت باشه انشالله.
بفرمایید. درباره مرگ عثمان برام بگو میگالا. در خندق که افتیده بود نجات یافت شداخت. ای که چه قسم مام نمیفهم. لعنت به شما. امیدوار است می ناکامیتان کدام مصیبت بدتر از این دیگه سرمان نیاره. آر از پیش چشمایم خود گم کن. اما بچه بامسی که از نزدیکترین افرادش است مرده و کلگی سر جنازهش گریه دارن شداخت. او را کشتیم. امیدوار است عثمان پیام ما را گرفته باشه و دیگه کوشش ایره نکنه که در کار ما مداخله کنه. روزا می شد که چشم برایتان بودم. خدا را شکر که رسیده. کمی پر مشقت بود اما انجام دادن این وظیفه مقدس خستگی ما را رفع کرد. جناب ما چطور است؟ صحتشان خوب است؟ خوب است. درباره کاییا فکر میکنن. ایره خو میفهمین که کاییا با گلجا صلح کردن. خداوند او را حفظ کنه. خبر شدیم که کارا خوب پیش نمیره. قسمه که پیش بینی کرده بودی شد. بالای جناب تکفور یک سوی قصد صورت گرفت. بیازو هیچ اشتباه نگفتین. هدف او دوستی با ترکا است اما اطرافیانش نمیخواین که دوستی جامعه عمل بپوشه. 4 طرف قلعه را محاصره کردن. تمام جای تاریکی فرا گرفته و نمیخواین که صلح شود. تمام شیاطین از او قلعه و از او خائنا پیروی میکنن جناب راهب. اگر کامیاب نشیم کل چیز خود از دست میدیم. شفره روان کردن متونست. بالایتان افتخار میکنم. وظیفه‌ای که به شما داده میشه همیشه به درستی انجامش داده. امکان داره که از رازای انجیل استفاده کرده باشه. به احتمال زیاد شفرهای مختلفی هم اضافه کرده. اگه درباره او راز چیز پیدا کنیم باز شفرها رو حتما حل میکنیم. فکر میکنم که رازا و شفرها با هم ارتباط دارن. نظر به الفبای قدیم یک سلسله شفرها را پیدا کرده. خب باید هر چیزو تر کار حل کرده. با سر بلند خزانه را به جناب ما برسانیم جناب راهب. به خاطر صحتمندیتان در کلیسا دعا کردم یورگوپولوس. به لطف و مهربانی خداوند و شجاعت فرمانده کالانوس بدون شک او خائنا را به زودی پیدا میکنیم. اما مطمئن هستین که او خائنا از داخل قلعه خودم هستن؟ همراه ما خیانت کردن صوفیا و این خیانت از بیرون قلعه نه بلکه از داخل قلعه است. یورگوپولوس اگه حق به جانب باشین این بسیار ناامید کننده است. دست خالی بار نگردی کالانوس. با ما حتما یک سرنخ پیدا کن. اگر نه اونا دوباره این کار خواهد کردن. با چشم جناب.
شوهر عزیزم، هر شب از پنجره وقتی طرف آسمان میبینم همیشه به مهتاب و ستاره هایی را که به ما دادن توجه میکنم. تنها چیزی را که میفهمم می است تا تو زنده هستیم هیچ کسی این نظام ما را از بین برده نخواهد دانست. درایی که میری رای درست نیست عثمان. رای درست نیست ایره بفهم. بدون ای که با کس خبر بیتی از قبیله برآمده و رفتی. چی شد ها؟ آی بارس مرد. از خاطر تو مرد. هنوزم ایره قبول نمی کنی؟ تو با خاطر کدام موضوع امرای من مقاومت میکنی؟ در پیش روی تکفور مرا رشخند ساختی. هیچ چیز برات نگفتم، اما با خاطر این کار چطور چوب باش عثمان مرا شرمنده ساختی. سر عثمان زیاد فشار میارن مادر. عثمان خانه میخواست که قسم شود. برم حال چی خواد شد؟ اگر پدرت اینجا می بود باز امرای چی میکرد؟ ها؟ برم یک جواب خوبته. بعد از این موضوع مربوط خودم میشه کاکا جان. خون آیبار در زمین نمیمانم. و حتی هنوز قرصار خون بیادرم هستم کاکا. درباره پدرم باید بگویم. اگر طغرل غازی پسر شاه سلیمان اینجا می بود باز مرا هرگز به مرگ بیادر خونیم متهم نمیکرد. همراهم یک جا پالیدن قاتل میره و قلعهشان از سرشان جهنم میساخت کاکا. حال میخوای که سربازایت به خاطر گرفتن انتقام ببری؟ ها؟ بعد از آی بارز خیمی چند خانواده دیگر میخوای آتش بزنی عثمان؟ اگر یک اشتباه دیگه کنی باز جزایت بسیار سخت خواهد بود عثمان. ایره باید بفهمی. هر جزایی که میتونم قبول کنم. اگر در مقابل چندین تهمتتان سرخم کنم باز و وقت من مرگ ترجیح میتونم کاکا. عثمان تو را میگم عثمان. او به عقل از یک گوشه ببریش. آدم بار امرایش گپ بزن. نمیخوایم باز ما را در کدام جنجال بندازم. مادر امرای پدرم گپ بزن که بیشتر از این سر عثمانم میشناسم. تا وقتی که آتش خاموش نسازه اصلا آرام. دخترم خودت با گوشای خود چونیدی؟ نه گپ بیادر خود گوش میکنه نه از کاکای خوده. خداوند از بدترش نگاهی ما کنه. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الله
الصلاة والسلام عليك يا